با اصابت گلوله گیر خورد، زمینگیر شد، بیمارستان انتقال شد. شما 2 نفر فرار کردید، رفتید به مخفیگاهی که قبلا هم توش سابقه داشت، اونجا بودید و تردد میکردید. خب قسمت خوب قضیه این که شما اینجا 3 قبضه سلاح جنگی داشتید. آقا مال ما نبود. میشه مال تو نباشه؟ اونجا کلیدش در تو جیب تو در اومد. تو و برادرت بودید، برادرت هم اعتراف کرد، گفت اینا رو شما خریدید. این سلاح کمری جنگی آمریکایی از سمت غرب کشور، گوش کن، یه سفارش دهنده از غرب کشور سفارش داده بودید. 100 میلیون تومان شما پرداختی پولی بود که داشتی، تمام اینا در اومده. حالا حالیت شد؟ آره. از کارت خودت هم کشیده بودید به کسی رو که الان دستگیر شده و شما این اسلحه ها رو ازش گرفتید. 2 تا قبضه سلاح جنگی بود، 10 تا قبضه قمه بود، مقادیری دلار بود، سکه هست، پولهایی رو که گرفتید که شهروندان رو بزنید. حالا قبول داری که سلاح مال شماست؟ درسته؟ تو و برادرت. آره. توی اون خونه چه خبر بود؟ انبوهی از سلاح و مهمات و قمه و چاقو و مواد مخدر و دلار و سکه و اینا به چه صورت بود؟ مال کیه؟ آقا مال ما نبوده. مال شما نبوده؟ تو خونه شما. اظهارات و اعترافات شهرام هم هستش که در مقابل پرداخت 100 میلیون تومان سلاحی رو که خریداری کردید. یک قبضه سلاح امریکایی گلاک بود، 2 تا قبضه ایتالیایی بود و چاقو و قمه و سکه ها مال کیه؟ مال همینایی که پولو گرفتیم میزدیم. سکه میدادن بعضی. دلار هم به همین صورت. بله. کیس آخرتون که 500 میلیون تومان می‌خواست گرفتید، البته پولو دریافت کردید، درسته؟ بله آقا. در قالب دلار گرفتید. بله. و سکه. قمه ها هم برای ناکار کردن مردم. درسته؟ درسته آقا. سلاح قرار بود شما گرفتید بدید به شهرام یا برای شما بود؟ سلاح واسه شهرام و اسی بود. واسه شهرام و اسی برادرت. یعنی تو هیچ گناهی نداشتی. بچه مظلومه بودی. ما چاقو تو تمام صحنه‌ها هم امراشون بود. چاقو هم که داشتی اون شب. قرار بود دستاش از کار بندازید یا پاهاشو. کار اصلی شهرام میکرد. کار اصلی شهرام میکرد؟ بله. خب اسی که تو غرب کشور اون نفر رو زدند و الان هم هنوز دستاش کار نمیکنه، میدونستی که اون نفر سر بالا، اون نفری که زدید خودتونم بودی، تو هم جز کسانی بودی که با قمه زدی، جفت دستاش از کار افتاده. میدونستی 2 تا بچه داره؟ یا نمیدونستی؟ نه آقا نمیدونستی. نمیخواستی بدونی؟ اگه برای خودت، خانواده‌ات، پدرت، مادرت اینطور برنامه ریزی میشد، این اتفاق براشون میافتاد، چیکار میکردی؟